هر دوی این دو ورزشگر زیر یک رهبری یک مربی تمرین میکردند و اکنون کامرانشاه اوستاپیریان چمپیون آسیا و جایزه‌دار گرند پری در سال 2015 در استانه بر مقابل سعید جلال سعیدوف قوازمایی میکند. اینها در تمرین های دست جمعی برها میانی هم واخوردند، در یک جایگی تمرین کردند. اینچنین در هیئت دستوی جمهوری تاجیکستان را در مسابقات سطحی بین المللی نمایندگی کردند. اکنون ببینید دوستان عزیز، رقابت لحظه پس آغاز می‌گردد. سعید جلال سعیدوف از شهر دوشنبه و رقیبی او کامرانشاه اوستاپیریان از ولایت سوخت. این دو پهلوان است که در وزن جمعی 100 کیلو با کوشش، غیرت، دلیری، شجاعت هر دو توانستند به دور نهایی راه یابند. اکنون کامرانشاه اوستاپیریان با پیراهن کبود است. سعید جلال سعیدوف با پیراهن سفید است که از شهر دوشنبه بر مقابل کامرانشاه ادامه می‌دهد. اینجا رقابت آغاز گردید. لحظه پس با هم آغوش گرفتن، این رسمی دوستی است. سعید جلال آغاز کرده است. کامران با سعید جلال خیلی در دیدار خوبتر است. ببینید کامران از سمت چپ میخواهد دارد رقیب را و سعید جلال سعیدوف باشد از سمت راست چپ انگشت در حال. این برای چی است؟ نباید اینجا انگشت لط برداشتن به نظر رسد. بله سعید جلال این رو برطرف کرد. اکنون با کامرانشاه دست بگیری مان میگردد. ببینید اصول ها سعید جلال بسیار قوی تر میخواهد و چسبیش کند و این حالت را دوباره برای او دست دهد. رفری اشاره میکند که اینجا نباید توقف باشد، همیشه هجوم پای در پای. بله دوستان عزیز، اکنون نوبت دیگر باز هم قوازمایی ادامه می‌یابد. دوستان عزیز اینجا معین کردیم که چون دیدیم در وزن 65 کیلو نیست، دیدیم که از شهر دوشنبه یک بهروز خوجازاده توانست که برنده مدال طلا گردد، صاحب شاه جایزه گردد از شهر دوشنبه. دسته دوشنبه یک رو معرفی میکرد. همچنین یک نفر دیگر را ما در وزن 80 دیدیم و سعید جلال با کامرانشاه همان رقابت را ادامه میدهند. کامران در دیدار خوب است، سواری رو پیش گرفته است. در دیدار نوبتی میخواهد که خوبتر با سعید جلال نشون دهد. هر دو در مسابقه آسیایی جایزه دار بودند، هر دو مقام سوم رو گرفته بودند. در اینجا سعید جلال سعیدوف اندکی در نسی. بله تنبیه اول برای سعید جلال سعیدوف از شهر دوشنبه ورزشکار ولایت سوختی نیست، پیش صف میگردد، اندک یک قدم به پیش میگذارد. این دیدار فینالی است، دیدار دوستی است، رفاقت است، به دست آوردن شاه جایزه است. شاه جایزه ای که این لحظه میخواهد که غالب را پیدا کند. اکنون دوستان عزیز و کرامت الله حکیموف باشد. حکیموف کرامت الله نیست، از شهر دوشنبه، از تیم دوشنبه یک. اکنون دو ورزشکار دوشنبه یک برنده شاه جایزه گردیدند. این نوبت یا دوشنبه یک یا یکی ولایت سوخت نوبت سوم شاه جایزه را به دست میآورد. حالا در وزن 65 80 کیلو دو نفر که تیم دوشنبه یک را هر دو معرفی میکنند با شاه جایزه سرفراز گردند. این نوبت کامرانشاه با سعید جلال است. ببینید رقابت پرزورتر میگردد. نوبت کامرانشاه است در دیدار. سعید جلال سعیدوف با هجوم میگذارد. خیلی سنجش است، فاصله بین هر دو پهلوان به نظر میرسد، وقت در پیش خیلی زیادتر است. ببینید نوبت دیگر کامرانشاه با هجوم میگذارد، نمیگذاره برای رقیب. سعید جلال نیست، این ورزش است و پیشگویی کردن نمیشود کی در اینجا غالب میبراید، یا سعید جلال یا کامران. بله نوبت دیگر گزارشی سعید جلال سعیدوف با هجوم، اما کامرانشاه قوی تر داشته است رقیب را. اکنون ببینید از کمربند میخواهد سعید جلال سعیدوف دارد، از پای افتیدنی کامرانشاه این مرای چی را دارد؟ تنبیه میدهند. بله تنبیه برای کامرانشاه است. اکنون برای کامرانشاه لازم است تنها و تنها اجرا نمودن اصول
لال برچوت است سوید انگوش یا با ترتیب آوردن کمربند چی مقدار وقت در پیش است آنها را انتظار در حالت هر دو تنبیه داشتن. بله کمکی طبیبان لازم است برای سید جلال سیدوف. سید جلال بعد از کمکی طبیبان حاضر میگردد با روی تاتمی. در اینجا کریم جان وارد میگردد میخواهد با استیراب نزدیکتر گردد. این 3 دقیقه خیلی فرصتی خوب است. بله در 3 دقیقه این برابر است انقریب با یک رقابت جودویی که پورا میگیرند. بله خیلی رقابتی وقتی خوب دارند باید توقف نگردد چون رقابت زودتر گیرد برای احترام نسبت هر دیگر. جمعی 100 کیلو حالا معاینه کرده است غالب را. سید جلال با کامران هر دو یک تنبیه دارند. کریم جان بله چون یک تنبیهی دارن هر دو ورزشگر در اینجا همون شور و شوق مخلصان از آن گواهی میدهد که باید اینها نه با آگاهی بلکه با همان اصولهای بابایی که در گوشین ملی ما اصول سر سیوجی اصول سر کیت میگویند با آن همون گونه اصولها توانند که بر مقابل همدیگر غالبیت به دست بیارند. یعنی همون گونه جذابیت گوشین ملی را نشان بدهند بر مقابل همدیگر و هزاران نفر مخلصان که شاید آنها را در نزد آینه نیلگون تماشا میکنند و ببینید هزاران نفر که امروز به ورزشگاه مرکزی جمع آمدند از همون تماشای جریان گوشتینی آنها یک حضور و حلاوت برند. دقیقه آخر قوزمایی این دو پهلوان نیز در اینجا عموما شروع میگردد دوستان عزیز و اکنون غالب رو در اینجا تخمین زدن تا جای نیز شاید مشکل باشد. بله در اصل چون که در اینجا هر دو یک آگاهی دارند. آگاهی آخران برای کامرانشاه داده شده است. پس برای کامرانشاه لازم است که کلا سمت حرکتی خیش رو دیگر کند و اگر نه سید جلال بسیار خوب گوشتین گرفته از داده است. ببینید سید جلال با هجوم میگذرد نوبت دیگر اما کامرانشاه دستی رو داشته است برای امکانیت نمیدهد اما کامرانشاه سر هر آستین داشتن و یک اصول زیبا نشان دادن این با قول دیگر اصول معروفی است. اما سید جلال چی باشد اکنون نوبت دیگر بله این آگاهی برای سید جلال و برای کامران است. هر دو ورزشگر نیز یک آگاهی دیگر گرفتند و اکنون در اینجا ثانیه های بشمار باقی مانده است و آگاهی آخر شاید در اینجا ببینید نقشش در تناسب غالبیت دیگرگونه باشد. مراد علی بله اکنون کامران شتاب بکند. سید جلال نیز شتاب دارد. هر دو این پهلوان هم پهلوان سوختی هم پهلوان شهر دوشنبه اگر در حالت پیروز گردیدن سید جلال شاه جایزه سیوم نیست میماند در شهر دوشنبه و اگر نه ببینید کامران در اینجا پیروزی خیش رو استقبال میکند. بله و همین طریق دوستان عزیز این ورزشگری 23 ساله تاجیکستان این کامرانشاه اوستاپیریان بود که بر مقابل حریف پرتجربه‌اش سید جلال سیدوف یکی از چهره های سرشناسی ورزشی تاجیک غالبیت به دست آورد دوستان عزیز و توانست که شاه جایزه را نصیب گردد و لعب برداشتن با نصر رسد. بله سید جلال این رو برطرف کرد. اکنون با کامرانشاه دست به گریبان میگردد. بین اصول ها سید جلال بسیار قوی تر میخواهد و چسبیش کند و این حالت را دوباره برای او دست دهد. رفری اشاره میکند که اینجا نباید توقف باشد همیشه هجوم پای در پای. بله دوستان عزیز اکنون نوبت دیگر باز هم قوزمایی ادامه می‌یابد. دوستان عزیز اینجا معین کردیم که چون دیدیم در وزن 65 کیلو نیست دیدیم که از شهر دوشنبه یک بهروز خوجازاده توانست که برنده مدال طلا گردد صاحب شاه جایزه گردد از شهر دوشنبه دسته دوشنبه یک رو معرفی میکرد. همچنین یک نفر دیگر را ما در وزن 80 دیدیم و سید جلال با کامرانشاه همان رقابت را ادامه میدهند. کامران در دیدار خوب است سواری رو پیش گرفته است در دیدار نوبتی میخواهد که خوبتر با سید جلال نشون دهد. هر دو در
مسابقه آسیایی جایزه‌دار بودند. هر دو مقام سوم رو گرفته بودند. در اینجا سعید جلال سیدوف اندک در نصیب. بله تنبیه اول برای سعید جلال سیدوف از شهر دوشنبه ورزشکار ولایت سوختی نیست پیشرفت می‌گردد. اندک یک قدم به پیش می‌گذارد. این دیدار فینالی است، دیدار دوستی است. هر دوی این دو ورزشگر زیر یک رهبری یک مربی تمرین میکردند و اکنون کامرانشاه اوستاپیریان چمپیون آسیا و جایزه‌داری گرند پری در سال 2015 در استانه بر مقابل سعید جلال سیدوف قوازمایی میکند. اینها در تمرین های دست جمعی برها میانی هم واخوردند، در یک جایگی تمرین کردند. اینچنین در هیئت دستوی جمهوری تاجیکستان را در مسابقات سطحی بین المللی نمایندگی کردند. اکنون ببینید دوستان عزیز رقابت لحظه پس آغاز می‌گردد. سعید جلال سیدوف از شهر دوشنبه و رقیبی او کامرانشاه اوستاپیریان از ولایت سوخت. این دو پهلوان است که در وزن جمعی 100 کیلو با کوشش، غیرت، دلیری، شجاعت هر دو توانستند به دورانی‌های راه یابند. اکنون کامرانشاه اوستاپیریان با پیراهن کبود است. سعید جلال سیدوف با پیراهن سفید است که از شهر دوشنبه بر مقابل کامرانشاه ادامه می‌دهد. اینجا رقابت آغاز گردید. لحظه پس با هم آغوش گرفتن این رسمی دوستی است. سعید جلال آغاز کرده است. کامران با سعید جلال خیلی در دیدار خوبتر است. ببینید کامران از سمت چپ می‌خواهد دارد رقیب را و سعید جلال سیدوف باشد از سمت راست چپ انگشت در حال. این برای چی است؟ نباید اینجا انگشت این برای چی را دارد؟ تنبیه میدهند. بله تنبیه برای کامرانشاه است. اکنون برای کامرانشاه لازم است تنها و تنها اجرا نمودن اصول. لال بر صورت است سوید انگوش یا با ترتیب آوردن کمربند چی مقدار وقت در پیش است آنها را انتظار در حالت هر دو تنبیه داشتن. بله کمکی طبیبان لازم است برای سعید جلال سیدوف. سعید جلال بعد از کمکی طبیبان حاضر میگردد با روی تاتمی در اینجا کریم جان وارد میگردد میخواهد با استیراب نزدیکتر گردد. این 3 دقیقه خیلی فرصتی خوب است. بله در 3 دقیقه این برابر است انقریب با یک رقابت جودایی که پورا میگیرند. بله خیلی رقابتی وقتی خوب دارند باید توقف نگردد چون رقابت زودتر گیرد برای احترام نسبت هر دیگر. جمعی 100 کیلو حالا معاین نکرده است خود برا. سعید جلال با کامران هر دو یک تنبیه دارند. رفاقت است بعد از آوردن شاه جایزه است. شاه جایزه ای که این لحظه میخواهد که غالب را پیدا کند. اکنون دوستان عزیز و کرامت الله حکیموف باشد. حکیموف کرامت الله نیست از شهر دوشنبه از تیم دوشنبه یک. اکنون دو ورزشکار دوشنبه یک برنده شاه جایزه گردیدند. این نوبت یا دوشنبه یک یا یکی ولایت سوخت نوبت سوم شاه جایزه را به دست میآورد. حالا در وزن 65-80 کیلو 2 نفر که تیم دوشنبه یک را هر دو معرفی میکنند با شاه جایزه سرفراز گردند. این نوبت کامرانشاه با سعید جلال است. ببینید رقابت پرزورتر میگردد. نوبت کامرانشاه است در دیدار. سعید جلال سیدوف با هجوم میگذارد. خیلی سنجش است. فاصله بین هر دو پهلوان به نظر میرسد. وقت در پیش خیلی زیادتر است. برای نوبت دیگر کامرانشاه با هجوم میگذارد. نمیگذاره برای رقیب. سعید جلال نیست. این ورزش است. این ورزش است و پیشگویی کرده نمیشود کی در اینجا غالب میبراید یا سعید جلال یا کامران. بله نوبت دیگر گزارشی سعید جلال سیدوف با هجوم اما کامرانشاه قوی تر داشته است رقیب را. اکنون ببینید از کمربند میخواهد سعید جلال سیدوف دارد از پای افتیدنی کامرانشاه
каримҷон. бале чун як танбеҳӣ доранд ҳарду варзишгар дар ин ҷо ҳамон шуру шавқи мухлисон аз он гувоҳӣ медиҳад ки бояд инҳо на бо огоҳӣ балки бо ҳамон усулҳои бобоӣ ки дар гӯшини миллӣ мо усули сари севҷӣ усули сари китф мегӯянд бо ана ҳамон гуна усулҳо тавонанд ки бар муқобили ҳамдигар ғолибият ба даст биёранд яъне ҳамон гуна ҷазобияти гӯшини миллиро нишон бидиҳанд бар муқобили ҳамдигар ва ҳазорон нафар мухлисон ки шояд онҳоро дар назди оинаи нилгун тамошо мекунанд ва бубинед ҳазорон нафар ки имрӯз ба варзишгоҳи марказӣ ҷамъ омаданд аз ҳамон тамошои ҷараёни гӯштини онҳо як ҳузуру ҳаловат баранд. дақиқаи охири қувозмоӣ ин ду паҳлавон низ дар ин ҷо умуман шурӯъ мегардад дӯстони азиз ва акнун ғолибро дар ин ҷо тахмин задан то ҷое низ шояд мушкил бошад. бале дар асл чунки дар ин ҷо ҳар ду як огоҳӣ доранд. огоҳии охирон барои комроншоҳ дода шудааст. пас барои комроншоҳ лозим аст ки куллан самти ҳаракати хешро дигар кунад ва агар на Саидҷалол бисёр хуб гӯштин гирифтааст додааст. бубинед Саидҷалол ба ҳуҷум мегзарад. навбати дигар аммо комроншоҳ дасти ӯро доштааст барои имконият намедиҳад аммо комроншоҳ сари ҳар остин доштану як усули зебо нишон додан ин ба қавли дигар усули маъруфи ӯ аст. аммо Саидҷалол чӣ бошад акнун навбати дигар бале